نگاه مادر. کندن و کوچ و دربدری هیچ، آخرین بدرود، آخرین نگاه، آخرین نگاه، آخرین نگاه. وای چه اندوهی داشت مادر. آخرین لحظات را پشت سر می گذاشتم. ثانیه ها می دویدند. دلم می خواست زمان در همان لحظه و ثانیه بایستد، همه چیز بایستد. دلم به هزار راه می زد از کدامشان شروع می کردم. چرا؟ وامانده بودم. کتاب ها و کاغذ ها و نوارهای کاست موسیقی که هر کدام یادآور یاد و خاطری بود و حال و هوایی هم در میان عکس ها و آلبوم ها و لباس ها شکلک در می آوردند. هر یک به نمادی کندن و رفتنم را هوار می زدند. اما چرا؟ چرایی که ناربایی آن مثل سیلی که از بلندهای کوهی روان شود و در دامنه آن چنان خانه من برانداز راه دشت بگیرد، روح و دل و روانم را به آتش می کشید. هر یک از عکس ها خاطری را تداعی می کردند و صد البته به تناسب حال و هوایشان لبخندی به همراه می آوردند یا اندوه کمرشکنی که به راستی چه شد و چرا؟ غرق در انتخاب کتاب و نوشته و نوار کاست و عکس ها بودم. آنقدر این یکی آن یکی کردم و این را برداشتم و آن را گذاشتم که تمام درد دنیا گویی در جان من میدوید. وامانده بودم که چطور میتوانم انتخاب کنم میان آن همه که داشتم و اصلا چرا باید میانشان انتخاب میکردم، من که همشان را میخواستم و در کوله خود با خود همه جای دربدری در خاک خود کشیده بودم، اما نمیتوانستم همینطور وا بمانم. باید انتخاب میکردم و از پشیمانی بعدهایش در امان میماندم. اما چرا؟ خسته شده بودم، بریده بودم، از همه چیز وامانده بودم، خیس عرق شده بودم، جوری که انگار میان سیلابی بوده باشم و تا هر ناکجای من خیس شده باشد، میان همه آنچه که دور و بر من ریخته شده بود و میانشان یکی از پی دیگری میگشتم و بر میداشتم یا کنار میگذاشتم. سر بلند کردم، چشمم به نگاه مادر افتاد که کاش نمی افتاد. گوشه دیوار اتاق نشسته بود، دستی روی زانو، چهره به کف دست تکیه داده و پای دیگر دراز کرده، گویی وامانده تر از من شده است. مرا می نگریست، چنان که همه کودکی و نوجوانی تا این سن و سالی که رسیده بودم را مرور می کرد. بازیگوشی هایم و ناز دادن هایش و درس و درس و درس و کار و این لحظه که از او می کندم. نگاهش اندوهی داشت که هیچگاه ندیده بودمش، اندوهی که از همه اندوه ها جدا بود، با همه اندوه ها فرق داشت، اندوهی که دیگر نه زمزمه همیشگی را با خود داشت و نه بی‌حوصلگیش که میان بازی گوشیم می گفت
بشوتی بازه بکن زای ننم چرا میدیلتو بگفته برو بازیت را بکن بچه جان نمیدانم چرا اینطور دلم گرفته است. اما نگاه میکرد و هیچ نمیگفت. نگاهی که رفته بود، نگاهی که چراهای همه دنیا را فریاد میکرد، نگاهی که اندوهش آتشم میزد. نگاه مادر اندوه دیگری داشت، اندوهی که نمیشناختمش، هیچگاه چنان اندوهی ندیده بودم. مادر همچنان با چهره گر گرفته و غمگین نگاه هم میکرد. وای چه اندوهی داشت نگاه مادر، چه اندوهی داشت نگاه